به نام خدا. سلام دوستان، امروز میخوام قابلیت‌های منحصر به فرد هوش مصنوعی گوگل بارد رو آموزش بدم. این قابلیت‌ها رو شما در هیچ هوش مصنوعی دیگه برخیاشون رو نمیتونید پیدا کنید. یکی از این قابلیت‌ها اینه که شما میتونید یه لینک عمومی بسازید و گفتگوهای خودتون با گوگل بارد رو به صورت عمومی به اشتراک بذارید، طوری که بقیه میتونن این پرسش و پاسخ ها رو مشاهده کنن و خودشون هم مشارکت کنن، یعنی پرسش و پاسخ و اظهار نظر رو ادامه بدن. بریم ببینیم که چجوری باید این کار رو انجام بدیم. خب ابتدا وارد سایت bard.google.com میشیم. اینجا مثلا یه سوال ازش میپرسیم. اینجا من بهش گفتم You are an economic professor, teach me the concept of inflation in simple terms. معنای تورم رو برای من توضیح بده و بهش هم گفتم که تو یک استاد رشته اقتصاد هستی و معنای تورم رو برای من توضیح بده. خب ببینید اینجا کامل معنی تورم رو داره توضیح داده و دلایل تورم رو هم اینجا گفته که به چه دلیل به وجود میاد، چجوری اندازه گیری میشه، پیامدهاش چیه، عواقب مثبتش و پیامدهای منفیش رو جدا کرده، همه رو کامل توضیح داده. خب من الان این رو میخوام به اشتراک بذارم. ببینید اینجا یه گزینه‌ای داریم به نام Share and Export. اینو کلیک میکنیم رو شیر کلیک میکنیم. این صفحه باز میشه. اینجا سوال و جوابایی که ما کردیم رو داره نشون میده و اینجا رو گزینه Create Public Link کلیک میکنیم. ببینید یه لینک برای من درست کرد. این لینک رو اینجا میتونید توی فیسبوک، لینکدین یا جای دیگه به اشتراک بذارید. اینجا هم میتونید کپیش کنید. من کپیش میکنم اینو. و میرم توی کانال تلگرامم. اونجا میخوام اینو با اعضای کانال به اشتراک بذارم. حدود 1100 و چند نفر اونجا عضو داره. میخوام اونجا به اشتراک بذارم. آدرس کانال رو هم توی دیسکریپشن گذاشتم، اگر خواستی میتونید عضو بشید. خب ببینید دوستان، همون لینک رو الان من اینجا گذاشتم توی این پیام. یه عکس البته طراحی کردم با هوش مصنوعی، اینجا براش گذاشتم. یه متنم اینجا نوشتم براش. امکان پرسش و پاسخ و گفتگوی جمعی با گوگل بارد از طریق اشتراک گذاری لینک سوال و جواب. این لینک رو اینجا گذاشتم و اگر عضو کانال بشید میتونید روی این لینک بزنید و توی پرسش و پاسخی که در مورد تورم و تورم ایران مخصوصا با گوگل بارد داشتم، اونجا شما مشارکت کنید، سوالا رو میبینید، جوابا رو میبینید، خودتون میتونید سوال بپرسید یا اظهار نظر کنید و غیره. الان روی این لینک من کلیک میکنم. ببینید این همون صفحه‌ایه که من پرسیدم، سوال کردم از گوگل بارد و اینجا با یه اکانت دیگه دارم وارد میشم، وارد اون لینک شدم. مثلا فرض کنید این نفر دیگه است. ببینید همون سوال رو میبینم که اینجا پرسیده شده در مورد تورم، جواب گوگل بارد رو میبینم و خودم میتونم ادامه بدم. مثلا من اینجا ادامه دادم What are some real world examples of how this would be applied. خب اینجا بهش گفتم در ادامه من چند تا از نمونه‌های عملی و واقعی که تورم راجع به تورم در جامعه هست، اینا رو به من نشون بده. ببینید اینجا نمونه‌ها و مثال‌ها رو با شکل و تصویر و توضیحات نشون داده. خب هر کسی که این لینک رو داشته باشه میتونه روش کلیک کنه، وارد این صفحه بشه. مثلا یه سوال دیگه میتونه پرسیده بشه. سوال میتونه در ادامه این باشه که حالا خب تورم اینه، نمونه‌های عینی و خارجیش اینه. حالا علت تورم در کشور ایران چیه؟
اینجا توضیح داده که تورم در ایران بالای 40%، دلایلش رو اینجا یه سری دلایل آورده. خب یه فرد دیگه که مثلا این لینک رو داره میتونه وارد بشه، سوال جواب رو ادامه بده، مثلا بپرسه که خب حالا راه حل چیه برای کاهش تورم در ایران. ببینید اینجا راه حل ها رو هم برای ما داره توضیح میده. خب اگر دوست داشتین دوستان، این لینک رو من توی لینک کانال تلگرام رو توی دیسکریپشن همین ویدیو، پایین همین ویدیو گذاشتم توی توضیحات. میتونید عضو کانال تلگرام بشید و این گفتگو رو میتونید ادامه بدید با گوگل بارد و پرسش و پاسخ هایی که دیگران اینجا مطرح میکنن رو هم میتونید مشاهده کنید. خب دوستان، در ادامه من تیتر مطالبی رو که در این ویدیو که آموزش جامع هوش مصنوعی گوگل بارد هست، تیتر مطالب رو خدمتتون عرض میکنم. تایملاینش رو توی توضیحات این ویدیو پایین ویدیو گذاشتم. اون قسمت هایی رو که دوست دارید ببینید میتونید برید توی توضیحات ویدیو رو همون قسمت کلیک کنید و همون قسمت رو ببینید، چون ویدیو نسبتاً ویدیوی طولانی هست و مطالب خیلی گسترده‌ای توش آموزش داده میشه. من در ادامه اول توضیح میدم که ابزارهای هوش مصنوعی گوگل بارد چگونه کار میکنن و اصلا انواع هوش مصنوعی هایی که اومدن گوگل بارد رو دارن ساپورت میکنن چیا هستن. میریم وارد وبسایت دیپ مایند میشیم، اونجا توضیحاتی رو عرض میکنم براتون. خب اولین مطلبی که توضیح دادم ساختن لینک عمومی بود که توضیح دادم. دومین مطلب راجع به استفاده از گوگل بارد در ترجمه و آموزش زبانه. مطلب سوم در مورد اینه که چجوری ویدیوهای داخل یوتیوب رو از طریق گوگل بارد ما پیدا کنیم راجع به موضوع خودمون و خلاصه‌شون کنیم. مورد بعدی در مورد جیمیل. از طریق گوگل بارد شما میتونید به جیمیل خودتون متصل بشید و بر اساس اطلاعاتی که توی جیمیلتون هست سوالاتی رو از گوگل بارد بپرسید و ایمیل های خودتون رو مدیریت کنید. قسمت بعدی اتصال گوگل بارد به وبسایت ها و وب پیج هاست. شما میتونید وب پیج ها رو به گوگل بارد بدید و سوالاتی رو بر اساس اطلاعات اون وب پیج از گوگل بارد بپرسید. مورد بعدی سرچ مقاله و کتاب از طریق گوگل بارد که مفصل توضیح میدم براتون. در ادامه ارتباطی که گوگل بارد میتونه با عکس داشته باشه، یعنی عکس ها و نمودارها و جدول هایی که شما در قالب عکس میتونین بهش بدین و تحلیل میکنه اینا رو براتون، محتوای عکس ها رو داکیومنت میکنه. برین استورمینگ و ایده پردازی مورد بعدیه که توضیح میدم. مورد بعدی کمکیه که میتونید از گوگل بارد بگیرید برای بهبود متون انگلیسی خودتون. مثلا اگر یه متن انگلیسی رو نوشتید، این میتونه برای شما اینو پارافریز کنه، میتونه اشکالات گرامری و تایپیش رو برای شما بگیره و متن رو اونجوری که شما میخواین برای شما تنظیم کنه. مورد بعدی گوگل مپ. شما از طریق اتصال گوگل بارد به گوگل مپ میتونید مکانهایی رو که دوست دارید و ویژگی‌هاش رو به گوگل بارد میدید برای شما میره پیدا میکنه، یعنی به گوگل مپ متصل میشه و با توضیحاتی که شما بهش میدید میره اون مکانهای مطلوب شما رو برای شما پیدا میکنه و توی گوگل مپ به شما نشون میده. دوستان، هر کدوم از این موارد رو من با ذکر یک یا چند تا مثال اینجا به صورت عملی به شما نشون میدم. اگر احساس میکنید که مطالب ویدیو مفید هست، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک رو بزنید و شیر کنید ویدیو رو با دیگران. از این طریق شما کمک میکنید که ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و انگیزه ما برای ساختن ویدیوهای بیشتر و با کیفیت‌تر تقویت بشه. اطلاعاتی رو که شما میتونید راجع به گوگل بارد و سیستم هوش مصنوعی گوگل کلاً پیدا بکنید توی این وبسایت deepmind.google باید برید. اینجا اطلاعات خیلی گسترده‌ای راجع به هوش مصنوعی گوگل وجود داره. میریم توی قسمت تکنولوژیز. ببینید اینجا ادعا کرده که از طریق هوش مصنوعی جمینای گوگل پیچیده ترین و چالش برانگیزترین مسائل علمی و مهندسی رو که در زمانه ما وجود داره قادره که حلشون کنه. خب این حالا ادعای بزرگی، باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد در هفته ها و ماه های آینده. خب وقتی میریم این پایین ببینید، بریم دنبال جمینای. این جمینای رو اینجا اومده توضیح داده. روی این کلیک میکنیم ببینیم مثلا این جمینای چیه. اول من بگم دوستان 6 دسامبر یعنی حدود 1 ماه پیش
یعنی اواخر سال 2023 گوگل از جمنای هوش مصنوعی جدید خودش رونمایی کرد و جمنای رو روی گوگل بارد قرار داد. خب اینجا توضیح داده که جمنای ریزنینگ میکنه، یعنی قدرت فهم و استدلال داره، تولید متن، صوت، تصویر، ویدیو و کدگذاری، برنامه‌نویسی هم انجام میده. یه ذره بیایم پایین، ویدیوهای زیادی هست که اینجا برای شما گذاشته که میتونید توضیحاتی رو راجع به هوش مصنوعی جمنای گوگل در واقع به شما ارائه میده. این پایینتر اومده با جمنای اولترا رو با چت جی پی تی 4 مقایسه کرده و در اکثر فانکشن ها نتیجه گیری کرده که جمنای اولترا قوی تر هست. حالا بریم پایین تر ببینیم مثلا جمنای اولترا چی هست و انواع جمنای انگار داریم. خب ببینید اینجا گفته که اینجا این پایین تر گفته که 3 تا ورژن داره این جمنای: اولترا، پرو و نانو. نانو که ظاهراً مدل ضعیف‌ترشه. اون چیزی که الان روی گوگل بارد هست به صورت رایگان در دسترس همه هست، این ورژن پرو هست، جمنای پرو. این الان روی گوگل بارد هست و ما امروز روی این داریم کار میکنیم. اولترا حالا در ادامه خودش توضیح داده که اولترا تو سال 2024 احتمالاً اوایل یا اواسط سال 2024، یعنی چند ماه دیگه رونمایی میشه ازش و پیچیده ترین و قدرتمندترین هوش مصنوعی گوگل و قدرتمندترین هوش مصنوعی است که تا حالا به وجود اومده طبق ادعای گوگل. پایینتر که بریم دوباره باز یه ویدیوهای دیگه‌ای برای شما گذاشته که عملکرد هوش مصنوعی جمنای رو نشون میده تو حوزه‌های مختلف. خب این پایین که بیاین نوشته Bringing Gemini Pro to Bard. خب ما با اینجا کار داریم. این چیزی که الان در دسترس هست جمنای پرو هست. از این طریق شما اینجا میتونید وارد سایت bard.google.com بشین که ما وارد شده بودیم. مثال اول براتون توضیح دادم. خب اینجا این همون صفحه‌ای بود که ما ازش راجع به تورم سوال کردیم. ببینید چت‌های قبلی شما رو، پرامپت‌ها و پرسش و پاسخ‌های قبلی شما رو اینجا نشون میده. اینجا هم میتونید نیو چت رو بزنید و سوال جدید ازش بپرسید. ازش میپرسم که چه هوش مصنوعی الان داره گوگل بارد رو ساپورت میکنه. تا همین چند روز پیش که من این سوال ازش پرسیده بودم گزینه‌هاش کمتر بود. الان ببینید یک گزینه‌های بیشتری رو اینجا توضیح داده. یکی پالم 2 که اینجا راجبش توضیح داده و 3 مورد دیگه هم اینجا توضیح داده. انقدر سرعت توسعه این هوش مصنوعی بالاست که شما هر هفته مراجعه میکنید میبینید تغییراتی اتفاق افتاده. من در ادامه ازش پرسیدم الان جمنای پرو روی گوگل بارد هست یا جمنای اولترا. چند روز پیش که من ازش پرسیدم، شاید 2-3 روز پیش که ازش پرسیدم، اینجا به من جواب داد که جمنای پرو الان روی بارد هست و جمنای اولترا نیست الان و در آینده قرار خواهد گرفت. ولی الان اینجا جوابش تغییر کرده. میگه که Google Bard is powered by a combination of the Gemini Pro and Gemini Ultra models. یعنی جمنای اولترا هم الان ظاهراً به یه طریق وارد شده و داره کار میکنه. پس نسبت به چند روز پیش گوگل بارد الان قوی تر شده. بعد اینجا اومده توی جدول این دوتا هوش مصنوعی ورژن مختلف رو، یعنی جمنای پرو و جمنای اولترا رو با هم مقایسه کرده. خب در ادامه من ازش میپرسم که توانایی‌های گوگل بارد بعد از اینکه جمنای روش قرار گرفته چگونه تغییر کرده. ببینید اینجا تغییرات رو هم اینجا توضیح داده که چه توانایی‌هایی از حدود یک ماه پیش که جمنای روی بارد قرار گرفت چه توانایی‌های جدیدی پیدا کرده. خب آخرین سوالی هم که اینجا تو این قسمت ازش میپرسم اینه که اصلا جمنای اولترا آیا رایگانه یا هزینه دار هست؟ خب میگه جمنای اولترا الان به صورت عمومی در دسترس همه نیست. میگه گوگل برنامه‌ریزی کرده که جمنای اولترا
در اوایل سال 2024 رونمایی بشه و ازش استفاده بشه، اما هنوز معلوم نیستش که این رایگان خواهد بود یا هزینه دار خواهد بود. پس باید منتظر ورژن جدیدتر هوش مصنوعی گوگل باشیم که ببینیم چه توانایی‌هایی داره. خب دوستان ببینید یه گزینه‌هایی هم اینجا داریم. شما پاسخ‌هایی که میده و اینجا یه کارایی میتونید باهاش بکنید. مثلا روی این گزینه اگر بزنید میره گوگل رو سرچ میکنه و ببینید این پایین مثلا سوالات مرتبط با این سوالی که شما کردین رو براتون نمایش میده. روی این 3 نقطه که بزنید میتونید کپی کنید یا ریپورتش کنید. مثلا این مشکلی داره اینجا گزارش بدید مشکلو. این گزینه رو که یه مقدارش رو توضیح دادم براتون، این قسمت رو توضیح دادم که لینک عمومی میتونید بسازید براش. تو این دومی export to documents اینو اگه بزنید میتونید منتقلش بکنید به داکیومنت خودتون یا توی جیمیلتون منتقلش بکنید از این طریق گزینه سوم. اینجا اینو بزنید یه سری گزینه برای شما باز میشه، میتونید بهش دستور بدید که جوابی که دادی رو کوتاه‌تر کن یا بلندترش کن، جوابو بیشتر توضیح بده، یا ساده ترش کن، یا more casual یه ذره لحن کلامتو غیر رسمی تر کن، یا تخصصی تر جوابتو یه ذره تخصصی تر ارائه بده. اینجا هم میتونین لایک کنین یا دیسلایک کنین، از این طریق فیدبک میدیم بهش تا خودشو بهبود بده. این بالا سمت راست تو قسمت ستینگ میتونید مودش رو، رنگ صفحه رو عوض کنید، دارکش کنید. ببینید اینجا دارک میشه. یا میتونید نوع پاسخ دادنش رو تغییر بدین، response once complete، یا 2 تا گزینه داره دیگه. اینجا این دومیه response in real time و response once complete. اگر response once complete رو بزنید پاسخ رو یه دفعه برای شما ظاهر میکنه. اگر دومی رو بزنید یعنی response in real time رو بزنید پاسخ رو همینجوری به تدریج که داره پروسس میکنه سوال شما رو به تدریج اینجوری برای شما نشون میده و کامل میکنه به تدریج. من میذارم روی ریل تایم چون طبیعی تر و قشنگ تره. اینجا هم که لینک عمومی در اختیار شما قرار میده. این گزینه اکستنشن ها هستن که روش کلیک بکنید. اینو حالا مفصل من توضیح میدم امروز که هر کدوم از اینا چجوری کار میکنن. از طریق این 5 تا اکستنشن گوگل بارد به در واقع گوگل مپ وصل میشه، به گوگل هتلز وصل میشه، به گوگل فلایتس وصل میشه. گوگل ورک اسپیس در واقع گوگل بارد رو به گوگل درایو شما، جیمیل شما و گوگل داک شما متصل میکنه و سوالاتی که شما میپرسین رو بر اساس اطلاعات اینها به شما پاسخ میده. اینجا هم که اتصال گوگل بارد به یوتیوب هست. این قسمت بارد اکتیویتی رو اگه بزنید اون گفتگوهایی که شما با گوگل بارد داشتید اینجا برای شما سیو میکنه و سیو کردنش رو اینجا میتونید مدیریت کنید. اولا میتونید آف کنید که سیو نکنه، یا اینجا میتونید تو این گزینه دلت رو بزنید. مثلا اگه این آل تایم رو بزنید تمام گفتگوها رو پاک میکنه. ببینید کلیک بکنید تمام گفتگوهای قبلی که دارین رو میتونید اینجا دلت کنید. اگه این سومی رو بزنید میتونید زمانش رو مشخص کنید، کاستوم رنج. مثلا بگین بعد از این تاریخش هم اینجا معلوم میشه، میتونید مشخص کنید. بعد از این تاریخی که اینجا نشون میدین میتونید بگید پاک کن گفتگوها رو، یا قبلش رو پاک کن. این تاریخایی که شما اینجا میتونید قرار بدین و نکست رو بزنید. این پایین هم که لیست گفتگوهایی که باش داشتین، ساعت و روزش هم نشون داده و جزئیاتش هم اینجا میتونید روی این کلیک کنید، جزئیاتش رو به شما نشون میده. ادساین رو که اینجا تایپ کنید اکستنشن ها اینجا ظاهر میشن. شما رو هر کدوم از اینا که کلیک بکنید در واقع گوگل بارد میره بر مبنای اطلاعات همون اکستنشن سوال شما رو پاسخ میده. مثلا من اینجا رو یوتیوب کلیک میکنم، ابتدای پرامپت هم سوالم این ادساین یوتیوب ظاهر شد و ازش سوال میکنم یوتیوب what is going on inside the video. لینک ویدیو رو هم
اون پایین میذارم. این یه ویدیوییه که چند ساعت پیش منتشر شده. اینجا ازش پرسیدم که این ویدیو رو درباره چیه این ویدیو. ببینید اینجا یوتیوب رو که نشون میده، یعنی به اکستنشن یوتیوب وصل شده و بر اساس داده‌های یوتیوب داره به شما پاسخ میده. ببینید میره وارد اون ویدیو میشه و نه تنها متن اون ویدیو رو آنالیز میکنه، بلکه نمودارها، شکل‌ها و مطالب دیگه‌ای رو که غیر از متن اون ویدیو داره اونا رو هم آنالیز میکنه و یه پاسخ اینجا به شما میده. پرسش و پاسخ اینجا میتونید باهاش راجع به اون ویدیو ادامه بدید و هر سوالی که بکنید بر اساس مطالب اون ویدیو، از جمله در واقع متن اون ویدیو، دیسکریپشن اون ویدیو یا نمودارها، شکل‌ها و مطالبی که تو اون ویدیو مطرح شده، بر اساس اونها سوالات شما رو پاسخ میده. اینجا گزینه ریجنریت رو هم میتونید بزنید که پاسخ رو دوباره برای شما تولید میکنه. اگر روی این گزینه کلیک بکنید میخونه پاسخ رو برای شما. برای تقویت لیسنینگ انگلیسی خیلی مهمه. Microsoft is introducing a new AI-focused Copilot key on keyboards. This is a significant change in the design of computer keyboards and marks the beginning of what looks like a competitive year ahead in. دوستان سوالات خودتون رو اینجا میتونید به صورت صوتی ازش بپرسید. اینجا هم میتونید عکس براش آپلود کنید و سوالاتی راجع به عکس‌ها ازش بپرسید که در ادامه براتون توضیح میدم اینا رو. پرامپت دیگه‌ای که میتونیم در رابطه با ویدیوهای یوتیوب ازش بپرسیم اینه که give me insights about this video and organize the information in a set of easy to scan bullet points. اینجوری هم میتونیم سوال خودمون رو مطرح کنیم. ساختار دیگه‌ای که میتونیم در رابطه با ویدیوهای یوتیوب ازش استفاده کنیم اینه که بهش بگیم که برو ویدیوهای یوتیوبی رو که درباره مثلا فلان موضوع هست برای ما پیدا کن. Find me YouTube videos of how to. حالا اینجا سوال خودمون رو مطرح میکنیم. من اینجا بهش گفتم Find me YouTube videos of how to apply Google Bard for finding scientific literature. چگونه از ویدیوهای یوتیوبی رو برای من پیدا کن که به من نشون میدن که چگونه از گوگل بارد برای پیدا کردن مقالات علمی استفاده کنم. ببینید لیست مقالاتی رو که لیست ویدیوهایی که در رابطه با این موضوع هست رو اینجا برای من آورده. پایینتر ویدیوها رو هم اینجا آورده. همینجا کلیک بکنم نشون میده این ویدیوها رو. یه توضیح هم راجع به ویدیوها آورده. من اینجا میتونم بهش بگم که مورد اول رو بیشتر برای من توضیح بده. ببینید ویدیو اول رو اینجا توضیح بیشتری داد راجعش. اکستنشن بعدی که اینجا با هم کار میکنیم جیمیل هست. ببینید این ادساین رو که تایپ بکنید اینجا میتونید برید رو جیمیل و حالا اینجا هر سوالی بکنید میره به جیمیل شما مراجعه میکنه و بر اساس اطلاعات جیمیل شما به سوال شما پاسخ میده. مثلا میتونید بپرسید جیمیل summarize emails that I received from یه شخص خاصی یا یه سازمان خاصی که برای شما ایمیل فرستاده، میخواین همه ایمیلاشو اینجا برای شما گزارش بده و خلاصه کنه. من ازش سوال کردم ایمیل هایی رو که از مرکز Evidence Based Management برای من رسیده این ماه اونها رو لیست کن برای من. برای کسایی که ایمیل های زیادی دریافت میکنن این گزینه خیلی مناسبه. ببینید اینجا نشون میده به گوگل ورک اسپیس متصل شده که همون در واقع به جیمیل شما متصل شده تا سوال و پاسخ بده. ببینید ایمیل ها رو اینجا نشون داده و یه خلاصه از هر ایمیل آورده. 2 تا ایمیل ظاهرا. در ادامه میتونم بهش بگم summarize these emails. این ایمیل ها رو خلاصه کن برای من. میگه 2 تا ایمیل از Center for Evidence Based Management تو داشتی که خلاصه‌شون رو اینجا برام آورده. یا میتونم ازش سوال کنم که anything urgent or with the deadline today. کسایی که مخصوصا خیلی ایمیل براشون میرسه و ددلایناشون رو دقیقاً نمیدونن کیه، اینو میتونن اینجا بپرسن. آیا هیچ رویدادی هست که از طریق جیمیل به من اطلاع رسانی شده ولی من حواسم بهش نیست؟ میگه اینا ایمیل هاییه که تو باید بری اینا رو مرور کنی
و ددلاین دارن. اینجا مثلا یه کنفرانسیه که اطلاع رسانی شده، ددلاینش رو اینجا برای من آورد. خب دوستان، کار دیگه ای که شما میتونید با گوگل بارد بکنید اینه که یک وب پیج رو بهش بدید و ازش بخواین که اون محتویات اون وب پیج رو برای شما خلاصه کنه یا سوالات شما رو در رابطه با اون وب پیج به شما پاسخ بده. اینجا ببینید من ازش خواستم که این لینک یک مقاله هست، اینو برای من خلاصه کن و نکات اصلیش رو به من بگو. ببینید یه خلاصه از مقاله اینجا آورده، یه لینک هم اینجا برای من گذاشته برای ریویو این مقاله. برای پیدا کردن وبسایت ها، مقالات، کتاب ها و ویدیوها و موارد مختلفی که راجع به این موضوع هستم شما میتونید از بارد سوال بپرسید و خیلی توانمنده در این زمینه. مثلا من اینجا ازش پرسیدم What are the 5 websites related to the AI news؟ 5 تا وبسایت رو که اخبار مرتبط به هوش مصنوعی رو منتشر میکنن برای من پیدا کن. خب ببینید 5 تا وبسایت رو اینجا معرفی کرده. در ادامه میتونم ازش بخوام که اخبار مربوط به هوش مصنوعی رو که امروز در این وبسایت ها منتشر شده برای من خلاصه کن. Summarize today's news of these 5 websites. ببینید دونه دونه وبسایت ها رو اینجا تیترشون رو زده و 3 تا خبر مثلا از وبسایت AI News آورده، از وبسایت بعدی همینطور و از هر وبسایتی 3 تا خبر رو آورده اینجا مطرح کرد. در ادامه مثلا میتونم ازش بخوام که یک کدوم از این 15 تا خبری که اینجا آورده برای من اینو مثلا بیشتر توضیح بده، توضیحات بیشتری راجعش بده. Please explain more the second news which is related from Forbes AI Today. این فوربس این آخریه. دومین خبری که فوربس ارائه داده اینو بیشتر برای من توضیح بده، یعنی The Future of Work in AI Economy. آینده کار در حوزه هوش مصنوعی. ببینید فهمید دقیقا من کدوم میگم. اینجا یه خلاصه ای از این خبر رو برای من آورده. استفاده دیگه‌ای که میتونید از گوگل بارد بکنید برای جستجوی مقالات و کتاب هاست. مثلا من اینجا ازش پرسیدم Give me the list of 10 most cited articles in the field of application of AI in research published in 2023. Add bibliometric data of each one in a table. بهش گفتم 10 تا مقاله پر ارجاع رو در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش به من معرفی کن که در سال 2023 چاپ شده باشن و اطلاعات کتاب شناختی همه اونها رو در یک جدول برای من ارائه بده. خب ببینید دوستان چه پاسخی داده. این پاسخی که شما اینجا میبینید دوستان، شما هیچ هوش مصنوعی دیگه‌ای که رایگان باشه به این دقت برای شما انجام نمیده. یعنی شما اگر از چت جی پی تی 3.5 که رایگان هست بپرسید این سوالو جواب نمیده، به اطلاعات جدید دسترسی نداره. ببینید مقاله 2023 رو اینجا برای ما ردیف کرده و نویسنده ها، سایتیشنشون، ایمپکت فاکتورشون، ژورنالشون، عنوان مقاله، همه توضیحات بیبلیومتریک، توضیحات اطلاعات کتاب شناختی مقالات رو هم اینجا تو جدول برای ما آورده و این پایین ما میتونیم اکسپورتش کنیم این جدول رو. اینجا اوپن شیت رو میزنیم. ببینید خودش رفت به صورت آنلاین گوگل داکیومنت ما رو باز کرد و اون جدول رو اینجا برای ما آورد توی اکسل ما که اینجا توی درایومون توی گوگل داکیومنت این هست دیگه، در اختیارمونه و اینجا میتونیم حتی کپیش کنیم توی نرم افزار اکسل. سوال دیگه ای که میتونیم ازش بپرسیم اینه که کیورد هایی رو که مرتبط با مثلا یه حوزه پژوهشی یا یه سوال تحقیقاتی هست برای ما پیدا کن. من ازش سوال کردم که کیورد هایی که مرتبط به تأثیر دین بر تئوری های مدیریت و تئوری های رهبری سازمانی هست، این کیورد ها رو پیدا کن. برای هر کدوم یک عکس و یک وبسایت رو هم اینجا معرفی کرده، کتاب معرفی کرده، سه توضیحات داده.
سوال بعدی رو مثلا میتونم اینجا صوتی ازش بپرسم. Give me 10 main scientific themes about how religion can impact management and leadership theories. ببینید خیلی سریع اینجا تایپ میکنه و با دقت فوق‌العاده بالا. این سوال من اینه که 10 تا مضمون رو 10 تا زیرشاخه رو در حوزه تاثیر دین بر تئوری‌های مدیریت برای من معرفی کن. اینجا زیرشاخه ها رو معرفی کرده و واقعاً خیلی میتونه این سوال کمک کننده باشه برای افرادی که میخوان پژوهش در یک حوزه‌ای رو شروع کنن مخصوصاً. مثلا در ادامه میتونم ازش بپرسم که Give me 3 sources for the first one. ببینید صوتی ازش پرسیدم، سریع اینجا تایپ کرد. کلیک میکنم روی این. 3 تا منبع رو گفتم برای اون مضمون اولی که معرفی کردی. برای من لیست 3 تا منبع رو بیار اینجا. 3 تا از منابع خیلی پر ارجاع و معروف رو همینجا معرفی کرده. برای که چک کنم این 3 تا منبعی که معرفی کرده چقدر معتبر هستن، اینجا میتونم ازش بخوام که لینک این منابع رو به من بده. Provide links. ببینید لینکشون هم اینجا آورده برای من. لینک ها رو میتونید چک کنید و بله منابع معتبری رو معرفی کرده. من چون تو این حوزه کار کردم، بله اولیش مثلا مال دانشگاه آکسفورد، دومیش که یکی از مهمترین مقالاتیه که تو این حوزه نوشته شده، شاید پر ارجاع ترین مقاله است که اینجا معرفی کرده و سومی هم همینطور. یا میتونید ازش بخواین که مقالاتی رو که در 2023 راجع به این موضوع خاص چاپ شده و تو مجلات های ایمپکت، مجلات که ضریب تاثیرشون خیلی بالاست چاپ شده، اونا رو معرفی کنه. بله مقالات رو معرفی کرده، یه سامری هم از هر کدوم آورده. جالبه که ایمپکت فاکتور مجلاتی که اون مقالات چاپ شدن در اونها، اونا رو هم آورده. یعنی این خودش نشون میده دقت کارش چقدر بالاست. ببینید اینا ایمپکت فاکتور هست که اینجا برای ما آورده. ایمپکت های خیلی بالایی هم دارن. خب دوستان، این سوالی که من ازش پرسیدم راجع به مقالات روز، این سوال رو شما اگر از چت جی پی تی نسخه 3.5 مخصوصا و هوش مصنوعی مایکروسافت بپرسید، به این دقت و به این خوبی به شما پاسخ نخواهند داد. و این جور سوالات، این 2-3 تا سوال اخیری که پرسیدم، یعنی راجع به مقالات بروز و اطلاعات بروز، بهترین منبع براش همین هوش مصنوعی بارد هست. همونطور که میدونید ما 3 تا هوش مصنوعی خیلی معروف داریم که اینا نسخه‌های رایگانشون هم خیلی کارها میتونن برای ما انجام بدن. یکیش همین بارد هست که تو این ویدیو دارم برای شما توضیح میدم و سعی کردم که به صورت جامع آموزشش رو ارائه بدم. هوش مصنوعی بعدی چت جی پی تی هست که شرکت اوپن ای آی در واقع اونو درست کرده. واقعا چت جی پی تی قابلیت‌هایی داره که باز بقیه ندارن. چت جی پی تی رو نسخه رایگانش رو که چت جی پی تی 3.5 هست، در یک ویدیوی جداگانه من آموزش جامعش رو در واقع ارائه دادم که لینکش رو این بالا شما میتونید ببینید. توی توضیحاتم لینکش رو گذاشتم. مورد سوم هوش مصنوعی مایکروسافت هست، کوپایلت مایکروسافت، که اون رو هم آموزش جامعش رو توی کانال یوتیوب قرار دادم. لینکش رو این بالا برای شما میذارم. توی دیسکریپشن هم لینکش رو میتونید پیدا کنید. هر کدوم از این 3 تا هوش مصنوعی توانایی‌ها و قابلیت‌هایی دارن که منحصر به فرده و بهتره که شما حداقل نسخه‌های رایگان این 3 تا رو بشناسید، اکانت داشته باشید اونجا و روزانه برای فعالیت‌های کاری، تحصیلی و کارهای مختلفی که دارید انجام میدید از این 3 تا استفاده کنید. خب بریم اینجا نیو چت رو بزنیم، یه چت جدید باز کنیم
نکته دیگه‌ای که وجود داره دوستان اینه که شما وقتی نیو چت رو میزنید ببینید اینجا این وسط 3 قسمت رو 3 تا مستطیل رو میبینید. Understand, Create, Explore. ذیل هر کدوم از اینها 3 تا گزینه رو میبینید. اینا در واقع کارهایی هستن که پرامپت ها و موضوعاتی هستن که شما میتونید در رابطه با اونها از گوگل بارد استفاده کنید. اینا به صورت نمونه برای شما پرامپت ها رو آورده. از اینا استفاده کنید حتما برای اینکه به این هوش مصنوعی مسلط بشید. خیلی میتونن کمکتون بکنن. مثلا ببینید economic concepts، مثلا توضیح مفاهیم اقتصادی. اینو اگه روش کلیک بکنید ببینید اینجا یه پرامپتی رو که در واقع یه دستوری رو که یه پرامپتی رو که مرتبط به یکی از مفاهیم اقتصادی هست اینجا برای شما نشون میده. این پرامپت رو اول این ویدیو من در مورد تورم ازش استفاده کردم. اینو از اینجا گرفته بودم این پرامپت رو. حالا اینجا شما هر مفهومی رو میتونید به جای این قسمت آبی قرار بدید. اینجا مثلا گیم تئوری رو قرار داده. به هر حال از این نمونه ها حتما استفاده کنید برای اینکه کار با این هوش مصنوعی بارد رو بهتر بتونید متوجه بشید. اگه بخواید این نمونه هایی که اینجا آورده و تغییر پیدا کنن، این بالا تو این قسمت کلیک کنید، دوباره نمونه های جدید برای شما نشون میده. ببینید الان کلیک بکنم اینا عوض شد. ببینید مثلا اینجا ببینید complex topics، مفاهیم پیچیده رو اینجا مثلا برای شما پرامپت هاشو توضیح میده. مثلا روی این کلیک کنیم یه پرامپت نمونه رو برامون نشون میده که برای توضیح مفاهیم پیچیده میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا این قسمت آبی رو شما میتونید حذف کنید و اون مفهوم خودتون، اون سوال خودتون رو اینجا جایگزین کنید. خب این 3 تا اسمشون هم مشخصه دیگه. این understand برای فهم مفاهیم و مطالب ازش استفاده میشه. create برای ساختن و طراحی کردن و اینها بیشتر استفاده میشه. explore هم برای جستجو بیشتر استفاده میشه. خب کار دیگه که میتونه برای شما انجام بده در رابطه با عکس هاست. کارهای خیلی خوبی در رابطه با عکس انجام میده. مثلا اینجا من میتونم این روی این کلیک بکنم، یه عکس رو اینجا براش آپلود بکنم که حالا یه نوشته‌ای روی این عکس هست و ازش میپرسم که این عکس What is the data about؟ محتویات این عکس درباره چیه؟ ببین میره عکس رو میخونه و اینجا خلاصه ای از محتویات عکس رو اینجا دسته‌بندی شده به من تحویل میده. حالا میتونم در ادامه ازش بپرسم که مثلا به صورت صوتی ازش میپرسم که محتویات این عکس رو، این خلاصه ای که به من از این عکس ارائه دادی رو به فارسی ترجمه کن. Please translate your response into Persian language. کلیک میکنم. ببینید تصویر رو اینجا محتویات پاسخی که به من داده بود و به فارسی ترجمه کرد. روی این گزینه کلیک بکنیم 3 تا ورژن ارائه میده. این الان ورژن 1شه. میتونم رو ورژن 2 بزنم یا رو ورژن 3 بزنم، هر کدوم که مناسب تر بود همونو کپی پیست کنم و استفاده کنم. اینجا روی این که کلیک کنم میتونم کپیش کنم و پیست کنم توی داکیومنت خودم. یه عکس دیگه اینجا مثلا میتونم آپلود کنم براش. من یه نمودار رو اینجا، عکس یه نمودار رو براش آپلود میکنم. و بهش میگم که explain the content of this image in details. محتویات این نمودار رو، این عکس رو با جزئیات برای من توضیح بده و در نهایت جدول ازش برای من درست کن. ببین اینجا توضیح داده که این
نمودار راجع به رشد جمعیت ادیان مختلف در دنیاست و توضیحاتش رو اینجا میتونید ببینید. Translate your response into Persian language. بهش گفتم پاسختو به فارسی ترجمه کن. ببینید عکس رو به انگلیسی داکیومنتش کرد، محتویات عکس رو تحلیل کرد، به فارسی هم ترجمه کرد. این همون نمودار رو دوباره آپلود کردم. اینجا بهش میگم که مقاله ها و کتاب ها و وبسایت هایی که مرتبط به محتویات این نمودار هستن برای من معرفی کن. قشنگ دسته‌بندی شده. اینجا مقالات رو معرفی کرده، اینجا کتاب ها رو معرفی کرده، اینجا هم وبسایت ها رو معرفی کرده. عکس از یه غذا بهش میدم، این یه همبرگره، مثلا عکس یه همبرگره. من بهش میگم که من این غذا رو که عکسش رو برات گذاشتم چجوری میتونم درست کنم. ببینید میفهمه این چیه. ببینید توضیحاتی داده که بله این همبرگر رو شما برای درست کردنش چه موادی لازم داری و instructions شما چجوری میتونی درستش کنی، مراحل پختش چجوریه، اینا همه رو توضیح داده. ببینید منظور اینه که این هوش مصنوعی در فهم عکس ها خیلی قدرتش واقعا بالاتر از بقیه هوش مصنوعی هست. کار بعدی که دوستان برای شما انجام میده ایده پردازی و برینستورمینگ هست. مثلا من اینجا ازش پرسیدم generate 10 interesting ideas for a presentation about AI. 5 تا ایده جذاب برای یک ارائه، یه سخنرانی در مورد هوش مصنوعی به من ارائه بده. 10 تا ایده رو گفتم ارائه بده که اینجا ایده ها رو ارائه داده. حالا در ادامه شما این ایده ها رو مثلا میتونید مطالعه کنید، بگید به فارسی ترجمهشون کن. اگه به فارسی ترجمه نکرد عکس بگیرید از اینها، سفر یه ذره کوچیک کنید، یه عکس بگیرید، عکس رو بهش بدید، حتما به فارسی ترجمه میکنه. ولی بعضی وقتا متن انگلیسی بهش میدیم میگیم ترجمه کن، متن رو ترجمه نمیکنه. به هر حال اینا رو میتونید مطالعه کنید و هر کدوم رو دوباره انتخاب کنید. دوباره اینجا در ادامه ازش بپرسید که مثلا پنجمی رو بیشتر برای من توضیح بده، یه محتوا برای مثلا یک سخنرانی 20 دقیقه‌ای برای من آماده کن، محتوا رو مثلا دسته‌بندی کن در قالب 5 تا پاورپوینت یا اسلاید، محتوا رو دسته‌بندی کن و برای من آماده کن. این سوالات رو هم در ادامه میتونید ازش بپرسید. اگه میخواین دقت کارش بالاتر باشه میتونید به این شکل ازش بپرسید، یعنی اول براش مشخص کنید که تو در چه نقشی ظاهر بشو. اینجا براش توضیح میدیم که تو در یه نقش یک متخصص ایده پردازی خودتو در نظر بگیر و به این سوال من پاسخ بده. از این پرامپت استفاده کنید، خب پاسخاش دقیق تر خواهد بود. خب کار دیگه که دوستان میتونید انجام بدین با گوگل بارد اینه که ازش بخواین متن شما رو، یه متن انگلیسی که دارین رو، اشکالات گرامری، تایپی ایناشو بگیره و پارافریزش کنه و به اون شیوهی که شما میخواین متن رو دوباره باز تولید کنه. مثلا ببینید من از این پرامپت اینجا استفاده کردم. یه متن اینجا بهش دادم که مثلا اشکالات گرامری و تایپی داره و ازش خواستم که اینو درستش کنه. ببینید اینجا اون متن من رو درست کرده، دوباره بازنویسی کرده و تحویلم داده و توضیح داده که حتی چی کار کرده. دقیقاً کارهایی که انجام داده با متن اینجا دونه به دونه توضیح داده. اکستنشن دیگه‌ای که اینجا هست دوستان گوگل مپه که استفاده خیلی جالبی میتونید ازش داشته باشید. این ادساین رو که اینجا تایپ بکنید میرید روی گوگل مپ و ازش سوالتون رو میپرسید. اینجا ازش خواستم که 3 تا کافی شاپ رو نزدیک میدون ولیعصر در ایرانش هم حتما باید اینجا ذکر کنید ولی جواب غلط خواهد بهتون میده. به من معرفی کنه که حداقل 100 نفر این کافی شاپ ها رو ارزیابی کرده باشن تو گوگل مپ و بهشون نمره داده باشن. ببینید 3 تا آدرس اینجا به من داده و گفته که حتی چه ساعتی اینا کار میکنن. برای این دومی گفته که این نمره 4.6 از 5 رو گرفته، این 5 گرفته، این نمره 4 رو گرفته.
آدرساشون هم اینجا تو گوگل مپ برای من نشون داده. استفاده دیگه‌ای که میتونید بکنید از گوگل بارد اینه که ازش سوال کنید که این متنی رو برای شما راجع به یک موقعیتی تولید کنه. بهش گفتم یه ایمیل برای من تنظیم کن تا برای فالوورام بفرستم و اونا رو از وبینار بعدی خودم مطلع کنم که در مورد موضوع مثلا هوش مصنوعی در پژوهش هست. ببینید قشنگ محتوا و ساختار یه ایمیل رو برای من طراحی کرده و عکسم طراحی کرد. و دوستان اگر سوالی داشتین در زمینه نحوه استفاده از هوش مصنوعی گوگل بارد حتما در قسمت کامنت ها ذیل همین ویدیو بپرسید. من در حد توانم پاسخگو هستم. اگر تجربه‌ای در زمینه استفاده از این هوش مصنوعی دارید حتما در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. احتمالاً ویدیو بعدی ما در مورد آموزش جامع چت جی پی تی 4 هست که انشالله در روزها و هفته آینده احتمالاً منتشر خواهد شد. تا ویدیوی بعدی عالی.